فورا می‌رده‌ای چون با ماینس او انترسکت ऑपरेटर वाली का है ये ऑपरेटर است مثل یونین مثل یونین مثل کیس صحیح است این به خاطر چیز استفاده میشه بسیار یک موضوع مهم است ما اگر متوجه باشید اول باید بفهمیم که چی است is used to select matching records from both of tables خلاص شو یک ऑपरेटर است خو ماینس برز میگه is used to select matching records from both of tables از اردوش تیبل matching record نشان میده چی نشان میده matching record یعنی چی قسم نه کوم چې matching سره وکړي کنه یعنی په اول ټیبل کې می هغه ریکارډ په دویم کې هم ویشي ها پیش از اینکه ما ایرا برای شما کار بکنم در اینجا اول شما باید بیایی در اکسس کیوری را شما خوانده بودی صحیح است اول میایم امپلای نمبر امپلای نیم جاب این شد به نام EMP و یک تیبل جور میکنم به نام سالری امپلای نمبر بای دیت سالری پی ایسی میکنم به نام امپلای سالری خب اول در بین این دو تیبل باید چی باشه کنکشن باشه علی کارمنده خو ما زیاد داریم علی کریم دکتر عمران ادمین سهیل دایرکتر جمال منیجر عبید دکتر صحیح امروز ماش آمد چی آمد؟ علی ماش با کلگی به یک روز داده نمیشه یک امروز میگیره دو نفر سبا میگیره دیگه نفر چی کی ماش میگیره؟ علی آمد کلیک میکنم یک 2015 ماش چند بود؟ علی ایره میچینگ میگه میچینگ چی مانه؟ امی یک آیدی که است امپلای تیبل هم است و در تیبل سالری هم آمد صحیح است یا نه؟ ببینید امپلای تیبل چی است؟ امپلای آیدی یک در تیبل چی است؟ EMP اما ای در EMP سالری هم آمده علی ایره میچینگ میگه میچینگ چی مانه؟ یعنی این ریکارد که تیازو ریکارد چی میکنه؟ میچینگ میکنه اگر از پیش شما کدام نفر به خاطر چی میچینگ فایدهش چی است؟ اگر از پیش شما کدام نفر پرسان کنه که کی ماش گرفته یا کی مانده مشکل است چطوری رو پیدا میشه؟ درست علی ببینید کلیک این والا این ماش گرفته این نگرفته این نگرفته هیچ امکان داره هیچ امکان نداره ما یک کیوری داریم find unmatched query wizard ببینید خب ایره اد میکنم ایره هم اد میکنم next ایره اد میکنم next to finish این کساس که ماش مانده unmatched چی مانه؟ یعنی این آیدی که است در تیبل سالری نیست unmatched است اگر بخوایم که میچ کدام که میچ است او رو ببینیم که یعنی کدام مردم ماش گرفته او رو ما چطور میکنی؟ این امو کا پاس ایره کلیک میکنم next ایره اد میکنم next ایره با جه is not چی نوشته میکنم؟ is not نه حالا که ببینم کم ریکارد یو خودل کدام که میچ است یعنی علی ما معلوم کنم که این کس ماش گرفته با این ماش رسیده سر میکنم علی ببینید اینه اگر یک نفر دیگه ماش بگیره کی ماش میگیره؟ پنجم کلیک میکنم 1/1/2015 این ماش
کی ماش گرفته ولی ریکارد در آقای میچ علی در اوریکل هم قسم یک چی ما داریم صحیح است ما به شما گفتم که minus operator است it is used to select matching record from both of tables از اردوش تیبل چی نشان میده matching records کنسونس میشی در این مشکل داره گوری ایس مقدس معلومه چه وګورئ چا داخلي کړی دي څوک واته څنګه معلومه چا داخلي کړی دي دیتا ماینس اپریټر پکار کوم اپریټر پکار دا ماینس چا چې داخلي نه دي کړی دیتا انټرسیکټ اپریټر پکار دا اوس ورته تو خو صحیح ده چا پاسپورت اخیسته دا چا نه اخیسته چا امتحان ورکړی چا امتحان نه ورکړی چا ماش اخیسته چا ماش نه ورکړی چا داخله کړی چا داخله نه کړی دا ټول په دې دوه اپریټر باندې ها اول ما کدام اپریټر کا کار میکنم ماینس اپریټر ببین خب اینجا دو تیبل باید چی میشه؟ دو تیبل میشه زکه به خاطر که چی هستن؟ دیدون از امکان نداره این ما تیبل جور میکنه میره از شما یاد نمیگیری تیبل جور کردن پسند نمی به خاطر همین ماینس اپریټر ما جور میکنه کریکت تیبل student test مثال یا student صحیح است باز اینجا یک تیبل دیگه میاد قوس roll number ये चीज़ है सही आता स्टूडेंट ने वर्चार टू ये खो मो टेबल जोड़ करें बना में ची स्टूडेंट दमी चंद कॉलम्स दो एक रोल नंबर वो एक हम स्टूडेंट ने हाँ आली मैं एक टेबल देगा जो मैं करूँ कि वो बहुत ही टेस्ट बाशे क्या मैं शायद में करूँ टेस्ट में था या दाखिला एडमिशन में करेक्ट टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर एडमिशन हाउस रोल नंबर कमा आई डेट कमा फीस नंबर कमा कांस्टेंट ये गैप पारिश्मा पखान में आपको पीछे करवा में करें BBC foreign key house Bolai ID roll number references student house roll number ये टेबल हम शुड जो मैं इंजा describe student मी बिल्कुल कि स्टूडेंट कॉलम एन रोल नंबर आस वो स्टूडेंट नेम आस इंजा रिकॉर्ड शागिरा रशी में करूँ सबमिट बताओ मुझे insert into student values course and ID comma name आईडी नंबर 1 अहमद बॉस में आईडी नंबर 2 खालिद बॉस में आईडी नंबर 3 करीम बॉस में आईडी नंबर 4 उस्मान बॉस में आईडी नंबर 5 इमरान पेंजी रिकॉर्ड होगा पर मेन टेबल के सब को अलबत्ता तो टेबल अच्छी स्टूडेंट सही है मैं मेरे कमिट में करूँ شما فکر میکنید که چی اصیل پسند بر شما ما میخوام صرف عمود تیبل جور کنم که همون معنیش رو اینترسکت اپریپا چی بر شما کنم کامیت میکنم کامیت شدی سیو شد میان select start from student یعنی ریکارد علی میخوام که کریم کس داخله میکنه صحیح است کی داخله میکنه آیدی کریم چند است 3 خود متوجه describe student underscore admission دمی کلام کو دمی roll number as date as what insert into student underscore admission values course 3 क्या comma 6 date Yes, بکدام تاریخ داخل کرده 6 date माना comma 2000 फीस है
حالا میخوام که ببینم کدام پس داخله کرد. امی دو تیبل که است آیدی کتیجا دیگه چی میکنم؟ میچ میکنم. چی میکنم؟ که ما ببینم که کی داخله گرفته. چه داخله کرد. عادی خود شما یاد گرفتن میتونید سلکت که اشتراک فرام استودنت. عادی چطور میفهمی که کی داخله کرد؟ توی گپه عادی میفهمی نه این چطور باید. select roll number as table student minus select roll number بعد matching شو from student underscore admission उस चिकन आदम हो आग का समूह तो कोई चाचे दाखला करेगा sorry दा minus दाखल आगा intersect दा पेशतर बिस्ते कितना ची द एक्सेस मिसाल दातुम उन्जा unmatch بود او اونجا کیوری بود به نام unmatch خب که باز ما میچ کردیم اونجا در کرایتریا چی کردیم تغییر کردیم از نل به از نات متغیر ولی این کسایی است که مانده ماینس هست صحیح است این کسایی است که چی است مانده امی رول نمبر 1 2 4 5 این کسایی که است مانده یا خود داخل نکرده یا امتحان نداده یا پاسپورت جور نکرده یا به طور مثال از چی هر چی که است اینه در تیبل چایلد چی است انتری نشده صحیح است اگر ما یک بار باز بیاییم ولیو یک هم انتر میکنم ده میبینی ولیو یک ان صحیح است این را هم چی میکنم ریکارد اینورت شد علی بعد این را رن میکنم یک هم دیگه نشان نمیده چرا که او هم دیگه رجیستر شد یا گفته میتونی که این کسایی که است ان رجیستر است یا ان رجیستر یا طول پولش استفاده کنید اگر باز اپوزیت ازی باید میخوای او باز چی است یه گفته intersect operator intersect operator is used to show matching records field ne records हाँ वो जगह क्या बोल minus is used to show unmatching records minus بخاطر unmatching records माना چی معنی کسایی که مانده صحیح است و intersect operator چی کس operator ای پازیتیو بودن کسایی که رجیستر است داخله گرفته یا پیش داده هست چی کس بخاطر از intersect operator علی ما اینجا ماینس اپریتر کار کنیم صحیح است این ماینس تغییر کنه این ریکارد نمبر رول نمبر 1 رجیستر است و سیوم رجیستر است علی اینجا ما باز میام یک ریکارد دیگه هم تغییر میکنم 5 این 5 که میشه وقتی که اونجا ریکارد انتر میشه این 5 اینجا میاد واضح چی میشه؟ باید میشه شابه خب اول خودی را پنجم هم کدام آپریتر را بود؟ یک ماینس بود و یک هم انتر صفر بود آفرین در تایید سوی خبر صحیح کنه یعنی منفی او نگاتیو شي ځکه صرف اډمیشن د پوردا غل ډیر زیات خبرې زموږ او بل انټرسیکټ شابه ریکارد سره رسیده باشه ورته د چارج باشه یعنی د چایلد و مین او دوی سره رسیده باشه برازی چیز ضروری است ریلیشنشیپ ضروری است بدون از اون نمیشه و در یک تیبل هم نمیشه اگر کنم فکر کنم دیگه برای خاطر یک تیبل نیست از دو تیبل یا از دو جا خب میایم پس دراپ تیبل student این تیبل دیگه کار داریم خب چی بود؟ drop table student بود کنه
خیر بیا به رایټ سره ممکنه ډراپ کیږي ډراپ ټیبل اډوین کاسکیډ ایرر چې میسینګ کیورډ کاز ډراپ ټیبل اډوین سکسیډډ ها تر دې خو ان شاء الله کومه مسئله مشکل نه لري خب امروز که موضوع نو از ما شما می باشد و هم ملتیپل لو فانکشن هم می باشد چی می باشد؟ ملتیپل لو فانکشن در روز ما بر شما کار کرده بودم شما ملتیپل لو فانکشن نفهمیده بودی حالی می فهمید که چی است؟ چی قسم کار شد؟ برای چندین رو یک تمام گفته میتونی یعنی برای کالم کار میشه صحیح است؟ در کالم خب یا رو می باشه صحیح است؟ ट्रिपल रो और aggregate हम गफ्ता में तरीक़ा functions has to perform multiple rows operation बतौर मिसाल sum است बतौर मिसाल count است for example avg است for example maximum است minimum است avg است نورم ستا std ها variance دا د میزرمنټ لپاره دی میزرمنټ دا که چېرته مونږ تاسو په کارتنونو باندې وګورئ ښه کارتنونه دي باندې خارج چې راځي وقت که خارج یک چیز میاد دا کارتن اون دا کارتن یک تن میتونه باشه که بطور مثال مونږ تاسو په ریاضي کې ورته x و y وایو ښه دې شم لپاره بطور مثال m یو ملت ضرب x بطور مثال 12 بر 13 صحیح است اینجا باز یعنی عرض و طولش چی کاست از کارتن عرض طول نو دا هغه چې کوم دي standard division او variance ورته وایي نو دا موږ د دې شي لپاره استفاده کار کوي خو دلته په اسکیول کې نه کیږي چې کله موږ یو هغه جوړو چارت هغه یو چارت ښه په کارتن باندې لیکي او هغه ځان به نه لیکي ځان پوری کړی کار کوي هغه خپل ډیټابیس ته پچاو کوي او هغه یو چارت څخه باندې